عباده الذين اصطفى. اما بعد، از سخنان زیبا و ارزشمند همکار گرامی من جناب مفتی حفظه الله تعالی استفاده کردیم. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. در الجامع صحیح بخاری شریف روایت آمده است که روز حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با جمع از صحابه که در محضر ایشان نشسته بودند صحبت می کرد. کسی از میان وسط بلند شد و گفت که یا رسول الله، قیامت کی برپا می شود؟ چه زمانه قیامت برپا می شود؟ آن حضرت به صحبت او هیچ توجه ظاهری نکرد و سخنان خود را ادامه داد. بعضی گفتند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم شاید صحبت ایشون را نشنید. بعضی دیگر گفتند که نشنید ولی نپسندید. صحبتی را که آدم نپسنده جواب نمیده، معنیش اینه. و صحبتی را که نشنواد هم جواب نمیتونه بده. صحبت آن حضرت که تمام شد، رو به اونور کرد که سائل کجاست؟ او شخص بلند شد، گوش خود را بلند شد و گفت که یا رسول الله، سائل ها انا یا رسول الله، سائل منم یا رسول الله. آن حضرت فرمود که سائل کو؟ یعنی چه کسی سوال کرد؟ او گفت که منم سوال کردم یا رسول الله. فرمود که وقتی کار به دست آن حضرت فرمود وقتی که امانت ضایع بشه، قیامت زمانی برپا می شود که امانت ضایع بشه، امانت داری نباشه. معلوم میشه که امانت خیلی مهم، امانت داری. و اگر در دنیا امانت داری نباشه، معنی این که توی دنیا خیری نیست. این دنیا قابل بقا نیست، این زندگی قابل ادامه نیست، این زندگی ارزش نداره. زندگی بشر، زندگی انسان که وقتی امانت داری نباشه، قیامت که برپا میشه، معنیش همینه که دیگه بقا ارزشی نداره. زندگی بی فایده، بی سوده. فرمود وقتی که امانت ضایع بشه، حدیث آمده است که لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نداره کسی که امانت نداره. ایمان و امانت از یک ریشان، از لحاظ عربی، از لحاظ لغت. خود ایمان امانت داریه. اگر ایمان باشه امانت داری نباشه، ایمان نیست. ایمان زمان ایمانه و معتبره که امانت داری باشه. خود ایمان از امانته، از یک ریشان. فرمودن وقتی که امانت ضایع بشه، قیامت برپا میشه. حالا همون سائل یا کسی دیگه سوال کرد که یا رسول الله، امانت داری چگونه ضایع میشه؟ امانت چگونه ضایع میشه؟
خب ظاهر امانت ابی امواله به نزد ما، نزد اون مردم، اموال مردمه، دارایی مردمه، امانات مردمه. ولی آن حضرت تفسیر جالبی اینجا بیان کردن، فرمود وقت کار به اهلش سپرده نشه، کار وقتی که به اهل، اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، فرمود وقتی کار به اهلش سپرده نشه، کسی که لایق این کاره، لیاقت این کار داره، وقتی کارها بر اساس لیاقت نباشه، بر اساس کاردانی نباشه، بر اساس تخصص نباشه، بر اساس رابطه باشه، بر اساس ضابطه نباشد، قیامت برپا میشه. درسته که مال هم امانت، مال بیت المال دست حکومت های دنیا، بیت المال امانت، مال مردم دست هر کسی از ما بیفته امانت، راز مردم دست هر کسی از ما باشه امانت هست. این هم امانتان. امانت خیلی معنای گسترده، معنای وسیع و معنای شاملی داره. اما از مهمترین موارد امانت که اینجا حضرت برجسته کردن او را، او پست ها هستند، مدیریت ها هستند، کارهای جامعه، کارهای مردمان. این پست ها که دست حکومت های دنیا، دست دولت ها هستند، دست حاکمیت، این کارها باید بر اساس این پست ها بر اساس شایستگی باشه، نه بر اساس رابطه، نه بر اساس قرابت و خویشاوندی. بلکه بر اساس لیاقت باشه، شایستگی باشه، توانمندی باشه. آن حضرت فرمودن وقت کار را شما به دست کسی میدید که شایستگی نداره، امانت ضایع شده. و علامت، این علامت آنه که قیامت دیگه برپا میشه. و تشریع حدیث اینه که قیامت دو تا قیامتان، یک قیامت صغرای، یک قیامت در همین دنیاست و یک قیامت، او قیامت آخرت. توی دنیا وقتی امانت به امانت دار سپرده نشه، کار به توانمند سپرده نشه، کار به شایسته کار سپرده نشه، بر اساس شایستگی نشود، قیامت اینجا هرج و مرج، همین اعتراضات، همین هرج و مرج و اضطراب، ناراضگی مردم، شکایت مردم هست. میگن امروز توی عرف مردم، میگه من رفتم امروز، خبر نداری توی بازار چه بود؟ میگه قیامت بود. آقا قیامت همینی که هرج مرج باشه و اضطراب باشه، استرس باشه، پریشانی. توی قیامت مردم پریشان میشه، جای اضطرابات، جای نگرانی است. و از لحاظ از موارد مهم و برجسته امانت، آن توی تمام دنیای اینجا یک جای خاص نیست که امانت
به اهلش سپرده بشه، کار به کاردان سپرده بشه، کار به شایستگان کار سپرده بشه، کار بر اساس ضابطه سپرده بشه، بر اساس لیاقت، نه رابطه، نه قرابات و نه مسائل دیگر. امروزه یه مسئله که مقدار دغدغه به وجود آورده است توی کشور ما به وجود آمده، همین سامانه مولد سازی است که بخشی را از اموالی که به عنوان دولتی یاد میشن و در واقع اینها دولتی نیستند و اینا بیت المال در دست دولتند. دولت امانت داره، حاکم امانت داره و این مالها فرمان داده شده، دستور داده شده که به هیئت 7 نفره اینها را بتوانه به فروش برسانه و کسری بودجه سال را، سال جدید دولت را تامین بکنه. و دغدغه مردم از اینجاست که این اموال بیت المال دارای مملکتن، اعتبار کشوران، اعتبار ملت و خاطره تلخ مردم دارن از خصوصی سازی کشور، که در خصوصی سازی کشور اموال را، خیلی کارخانه ها را، خیلی شرکت های قدر را به فروش رساندن و بعضی از ارگان های با نفوذ اینها را خرید کردند و بعضی از شخصیت ها یه پرنفوذ کشور وارد شدند و از نفوذشون استفاده کردند و به قیمت ارزان خریدند. حالا این توی کشور این شایع شد که این اموال که دولتی و به خصوصی سپرده شدن، خصوصی سازی انجام گرفت، به قیمت واقعی بعضی از اموال، بخشی از اموال فروخته نشد. این توی جامعه خیلی شایع شد و وقتی که به قیمت اصلی چیزی فروش نره ضرر ملت میکنه و اینها هم سرمایه ملی هست، ثروت ملی هم. الان هم دغدغه‌ای که موجوده و بسیار توی این مسئله حرف دارن و همه اینها از معترضین نیستن، بلکه توی مجلس اعتراضه، در خود بدنه حاکمیت اعتراضه، در خود بدنه دولت اعتراضه و اعتراض همه اینه که میترسن که اینجا هم کسانی نفوذ پیدا بکنن و بیت المال به قیمت ارزان ببرند. از اون سابقه و ذهنیت که در فرمان خصوصی سازی در ذهن مردمه، این دغدغه امروز در ذهن ملت به وجود آمده است و لحاظا ما هم همین توصیه را می کنیم و هشدار را میدیم که برحال مسئولان در جریان باشند
بهترین رای اینه که این کسری بودجه از جاهای دیگر تامین بشه، از فروش نفت و از مثل درآمدهای دیگر، ولی که هیچ رای داشته نباشه. این دغدغه در ذهن ملت و ذهن ملت مشغول کرده و این اموال بیت المال هرچه محفوظ بشه، هرچه بمانه. این اعتبار کشوره و مهم این نکته که هیچ شاید امانت اینقدر مهم نباشه که بیت المال مهمه، بیت المال حساسه. سرمایه ملی است متعلق به تک تک مردم. رضایت اینها حاصل نمیشه اگر یک جایی در یک مال شخصی قصور بیاید و کوتاهی آدم میتونه جبران بکنه، معافی بخواد از او، ولی مال وقت ملت از کدوم یک نفر کسی میتواند که معافی بخواد؟ روی این غنیمت سنگین بوده که اگر در او مشکل ایجاد بشه و همچنان سنگینه در حفاظت بیت المال. امروز در کشور ما یک اختلاف بزرگ در جریان هست و او اختلاف پیدا شده که خود همه میدانند یک چیزی است که عیانه و ظاهره بین بخشی از ملت، بخش بزرگی از ملت و بین بهر حاکمیت و دولت و نظام. و من چند تا مطالب و رهکار من امروز عرض می کنم اینجا، انشاءالله به فضل الهی و توفیق الله شامل حال باشه. راه بنبست باید راه خروجی داشته باشه، برون رفته معقوله که ضررش کم باشه داشته باشه. به اذن الله تعالی مطالب عرض می کنم که این شاید مفید باشه به ذهن بنده و برداشت بنده و اون اختلافات به هر حال از نه چندین ماه بلکه چندین ساله که جریان داره و اوج گرفته، حالا خیلی وسیع شده است. ملت خواسته های داره، مطالبات داره، تغییرات میخواهد و حاکمیت و نظام هم به هر حال هم برداشتهای داره و مسائلی داره و از قدیم وقتی که اختلاف پیش می آمد به حکمیت مراجعه می کردن، گروه می نشست از دو طرف، از هر طرف گروه می نشست و این مسئله را بررسی می کردن که رای حل کردن و برای گفته در یک خانواده اختلاف اگر پیش بیاید فرموده حکمی از زن باشه و یک حکمی از شوهر باشه. زن و شوهر وقت اختلاف پیدا می کنند، اختلاف زن و شوهر هم مهمه. بشین این دوتا اگر صداقت داشته باشد الله کمک میکنه، مسئله حل میشه. و لحاظا حکمیت مهمه که خود قرآن مؤید آنه، حکمیت مهمه که در حدیث آمده است، حدیث و سنت و سیره مؤید آنه. حکم پیدا شد، لحاظا از حکمیت کار گرفتا.
حکمیت تاثیر گذاره. و من یک نکته را عرض می کنم تا من به اینجا بتوانم برسم، و او اینه که 44 ساله که جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در ایران برقراره. سال 57 وقت انقلاب فیروز شد، به قیادت رهبر فقید انقلاب فرمودن که من اسلام بیشتر بدانم. یک قرائت و برداشت در جریانه و تا حالا به همون عمل شده، همون برنامه‌ریزی شده، ولی یک قرائت دیگری، یک برداشت دیگری، این برداشت ماها هست از اسلام. ممکنه هم در اهل سنت هم برداشت بعد متفاوت باشه، در شیعه برداشت متفاوت باشه، و برداشت ما از اسلام همون عدالت حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حاکمیت رسول اعظم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم. قرائت ما همینه، برداشت ما همینه. ما اعتقاد داریم و این رب متوجه باشید که توی این قرائت ما تفاوت خیلی بزرگی وجود داره. ما معتقدیم به امانت داری، به صداقت، همون صداقت و امانتی که سیدنا علی داشتا. توی این قرائت عدالت موجوده، مهمه، آزادی مهمه، آزادی های بیان، آزادی های کلام، احزاب، تشکل و همه این فعالیت های سیاسی آزادن، فعالیت های اجتماعی آزادن. و این اعتقاده که آزادی از صدر اسلام بوده. تو این برداشت انتقاد آزاده، از حاکم انتقاد بشه، انتقاد کردن از خلفای راشدین انتقاد بوده، انتقاد آزاد بوده. زنان انتقاد کردن، مردان انتقاد کردن، پیرزنها انتقاد کردن. انتقاد آزاد. حاکم توی این برداشت، حاکم به عنوان خلیفه یاد می شده، یا امیر المؤمنین یاد می شده، یا شخص آن حضرت. همه این حاکم ها انتخاب مردم بودند. خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می فرماید که من از شورای که بقیه خلفا را انتخاب کرده، من انتخاب کردم، از دلیل انتخاب کردن. این برداشت آنه که هیچ حاکمی از جانب خدا تعیین نیست. پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم که خودی حکومت را اساس گذاری کردن، در راس حکومت بودن، اطاعت آن حضرت برای همه واجب بود. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، آمد من یطع الرسول فقد اطاع الله. ولی بقیه از ابوبکر صدیق گرفته تا خلفای راشدین، تا سیدنا عمر، تا سیدنا عثمان، علی، همه انتخاب مردمان. اعتقاد همینه که مردمان که سرنوشت خود را باید تعیین بکنند. مردمان که حاکم خود را مشخص میکنند. در این اعتقاد حاکم یک حاکمه، حکومت یک. درسته ما به قانون اساسی را داریم، توی قانون اساسی
بعضی چیز است که ما اعتقاد ما نمیخوره، ولی بالاخره جمهور را داده، ما قانون اساسی را قبول کردیم، گرچه در این قانون اساسی انتقاد داریم، ولی در این برداشت اسلامی و دینی آنه که حاکم باید مردم تعیین بکنن. حاکم او زمانه که به عنوان اسلام اعدام نیست. حالا این اعدام ممکنه در یک کشور دیگری هم باشه، دیگه کشورها، کشورهای مسلمان، غیر مسلمان، ولی توی این برداشت اعدام وجود نداره. تکبیر! توی برداشت اعتراف اجباری مردوده و هیچ جایگاهی نداره، اعتراف اجبار نیست. توی برداشت عزیزان من مردم میتوانن به راحتی از حاکمشون، حکومتشون انتقاد بکنن. اینجا عرض به حضور شما که این یک برداشتی است، برداشت دیگری است، آزادی هست. توی این برداشت همانطور که مردان حق دارن، زنان هم حق دارن. تعلیم زنان، تعلیم برای زنان و مردان تفاوت نداره در این برداشت. خطابای قرآن و حدیث همه مشترکن بین زن و مرد. توی این برداشت همه اقوام، همه مذاهب، همه انسانها در حق و حقوق مساویان. توی این برداشت اصل انسانیت هست و روی انسانیت فکر میشه و حقوق همه رعایت میشه، عدالت. و این برداشت با تبعیض سرسخت می جنگه و مخالفه. تبعیض نیست توی همه مردم یک کشور، مردم یک قلم رو زیر چتر عدالت قرار میگیرن، بر اساس شایستگیه، بر اساس توانمندیه، نه قومیت و نه مذهبه. و مشت نمونه خرواری که من خدمت شما عرض بکنم، این برداشت اگر جای از دنیا کاش که این اجرا می شد و تا همه ما می دیدیم این را، ولی من اینجا این نکته را عرض می کنم برای مردم عزیز ایران که این برداشت ما هست و ما اصراری نداریم روی این موضوع. ما نمیگیم که حتما برداشته، این برداشت فرصت بدید، 1-4 ساله بدید، 1 سال بدید. تو این برداشت زندانی سیاسی نیست. قبلا من گفتم که اگر ما اختیارات می داشتیم ما 1 شب زندانی سیاسی را نگاه نمی داشتیم. چرا که زندانی سیاسی اونی که حرف بزنه، انتقاد بکنه. آقا از انتقاد استقبال میکنه، از حرف زدن که کسی حرف مخالف بزنه استقبال میکنه. ولی به هر حال این برداشت ما از دین اسلامه و برداشت متفاوتن.
ما به برداشتمون اصرار نداریم. ما معتقدیم که تنها راه حل این اختلافی که در ملت ما پیش آمده، مردم ما پیش آمده، تنها راه اکثریت مردمه. ببینی که اکثریت چه میخواهند. هیچ کسی به هر حال معتقدیم که بر مسیر خودش، بر راه خودش، برداشت‌های خودش اصرار نکنه. ما ببینیم که اکثریت چه میخواهد. اکثریت هر چه که میخواهد به همون تن بدیم، تابع اکثریت باشه. ملت ایران اکثریتشون امروز چه میخواهند، چه نظامی میخواهند، چه سیستم و فرمول میخواهند، به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفتی از خشونت. با هم درگیر نشیم، مردم درگیر نشن، با مردم هم درگیری نشود. راه زندان و سرکوبنیست، راه حکمیت، راه فکر صحیح. ما ببینیم که جمهور چه میخواد. اگر جمهور دیگر نظام حکومتی میخواهند، دیگر سیستمی میخواهند، دین به جای خودش محفوظ باشه، مراکز دینی حفظ بشن، کار خودشون بکنن، دین آزادی خودش را داشته باشه، این بهترین راه برون رفته. و ما به همین را میرسه که فکر کنند، همه بزرگانم فکر کنند، مردم هم فکر کنند و بتوانه ملت ایران وحدتش حفظ بشه، همبستگیش حفظ بشه. ما ایران را مربوط به همه ایرانیان میدانیم. ایران متعلق به تک تک ایرانی ها، از هر دین و از هر مذهب و از هر قومی باشند. و برای ما مطرح همه وحدت ایران، همبستگی ملی، همبستگی ایرانیان. و اگر ما با مسالمت آمیز و از طریق راه صحیح بتوانیم مسئله حل بکنیم و کنار هم باشیم و هم زندگی کنیم به صورت راحت، این هوشمندیه، این راه عاقلانه و بهترین راه ضایعات و نقصانش کمه. و تاکید میکنم بنده به آزادی زندانی ها، علما زندانان. بسیاری از علما در استانهای مختلف، مخصوصا کردستان، سیستان و بلوچستان و در علما آزاد بشن. علما وجودشون مایه خیر و برکت هست. علما حرفی زدن، دل سوزن، خیر خواهن، جامعان، اندیشمندان و دیگر طبقات مختلف و زنان و جوانان و طیفهای مختلف، همانطوری که بسیاری آزاد شدند. و من عرض کردم که قدم مثبت، این نقطه مثبتی هست. همین آزاد کردن زندانی ها تاثیر داره. لذا زندانی را آزاد کنید. زندانی های سیاسی را مخصوصا، و بشینید با اینا صحبت کنید، منتقدانا بشینید با اینها همه صحبت کنن و از راه گفتگو و راه درست و مسالمت آمیز مشکل حل بشه. و اگر اینطور باشه، این بهترین رشد
و عقلانیت هست. من امروز از این جلسه که ما فارغ التحصیل لانه همین ساله ما جلسه نگرفتیم به اون صورت ختم بخاری که از تمام ایران میان، یک اعلامیه هم فخش نکردیم ما که جلسه داریم. اگر بعضی علما امروز آمدند که من خوش آمد عرض میکنم خدمتشون، این علما فرزندانشون اینجا اعطای جوایز دارن و لحاظا برای خاطر هم فرزندانشون آمدن و ما هیچ مهمان دعوت نکردیم. گفته از نماز جمعه امروز ما جایزه بدیم به این طلابی که فارغ التحصیل هم خواهران هم هستن و هم این برادران هم حافظان هم هستن. خلاصه و خیلی مختصر هست، دیگه صحبتی هم ما نداریم و آخرش دعایی هست و نماز جنازه هم امروز بعد از این مراسم برگزار میشه. ما یک پیام و توصیه کوچک امروز من هم مختصره، یعنی کوچک نیست بزرگه، اینجا دارم برای افغانستان هم یک پیامی دارم که ما واقعا در جهاد افغانستان که با نیروهای اشغالگر جهاد و ما این جهاد حق می دونستیم برای اینکه به هیچ کشور ما اسلامی و غیر اسلامی معتقدیم که اجازه نداره در خاک دیگران بره دخالت کنه و به سرنوشت اونها بخواهد تعیین بکنه. هر ملت حق داره به کشور خودش. ما این جهاد را حمایت من مادی نبوده، حمایت معنوی بوده، دعا کردیم، حمایت معنوی کردیم و حق می دونستیم این جهاد که وقتی فیروز شد هم خیلی مایه خوشحالی شد برای همه ما. امروز ما هم دعا می کنیم در حق طالبان که بر این کشور حاکم شدند و حکومت اسلامی تشکیل دادن، اما امروز ما هم مشورت میدیم و هم انتقاد میکنیم. امروز اگر ضعفی باشه معتقدیم که ما این برداشت اسلامی مایه که انتقاد سازنده ما اینجا در کشور خودمون بارها گفتن که ما به تخریب اعتقاد نداریم. ما معتقد انتقاد سازنده باشه، طالبان بدونن که انتقاد میشه اینجا ولی انتقاد سازنده، ما دشمن نیستیم، ما خیرخواهیم و این خیرخواهی را اسلام به ما تعلیم داده. من میدانم که طالبان در فکران که جلوی تعلیم باز باشه، تعلیم زنان و دختران به دانشگاه، ولی حالا شرایط هم میخواهم مساعد بکنم، ولی من بنده توصیه میکنم که علم حتی یک روز هم راه علم نگیرید. اگر مفاسد هم داشته باشه مفاسده را اصلاح کنید. این نماز نباید جلوش گرفته بشه که توی مسیر نماز و اینجا مشکلاته، نباید نماز جلو بگیرن، نباید حج جلو بگیرن، بلکه مشکلات ها را باید حل کنن. و تعلیم یک روز هم جلوی تعلیم گرفتن ضرر برای مملکت و تعلیم برای زنان آزاد بگذارید که بیاین تعلیم با حفظ شرایط اسلامی کسب کنن و زنان مرد نداره مسئله تعلیم. و همچنان توصیه میکنم از اقوام از مذاهب آنجا استفاده بکنن و توصیه من به طالبان آنه که شایستگان بیارم کار بگیرن. این بلا را که سرازیرد به سوی اهل زمین
این زلزله های مهیب این زلزله های مانند زلزله قیامت، زلزله ترکیه و سوریه و زلزله ایران، آذربایجان غربی، یا رب رحمتت را بر اینها نازل بفرما. همه کشتگان این زلزله را مورد عفو قرار بده و مغفرت. همه مجروحان و داغ دیدگان و عزاداران این زلزله و تلفات دیدگان را اجر و صبر و شفا عنایت فرما. رحمتت را بر اینا نازل بفرما یا الله یا رب. زلزله ها را و آفت ها را از روی زمین و آل زمین ببندو یا الله. آفت ها را الهات دور بگردان، انسانیت و همه آل دنیا ترحم بفرما، به خیر و به هدایت امر راهنمایی فرما یا الله. همه شهدای جمعه خونین و شهدای خاش و شهدای همه ایران زمین یا الله اسلام، همه شهدای ایران زمین را محشور بدارو یا رب یا الله. مجروحان شفای عاجل و کامل و زندانی ها را، خصوصا علما و همکاران گرامی ما را و هم الها همه علمای که به زندان رفتن، همه زندانی ها را یا الله وسیله آزادی فراهم و یا الله وسیله آزادیشون را فراهم بفرما یا الله. از نزاع اختلاف افتاده و تو احکم الحاکمین، تو ارحم الراحمینی، فیصله خیری بفرما یا رب. یا رب درخواست فیصله داریم، فیصله به حق و فیصله به خیر و نفع و خیر دنیا و آخرت ما را یا الله تامین بفرما و در نظر بگیر پروردگارا و خیر دنیا و آخرت ما را بیاور یا الله. ملت ایران را الها کنار هم قرار بده، انسجام و اتحاد و وحدت کلمه و فیصله به خیر و آینده روشن و آینده درخشان و یا الله نظر لطفا یا الله مرحمتت را میکنم یا الله ما را به ما و الا ما را به ما و الا یا رب یا رب یا رب فیصله خیر بکن. ربنا رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان على ما تصف یا الله. درخواست داریم و آینده درخشان و آینده نورانی و آینده روشن جلوی همه ملت ما و ملت های دنیا بیاور. همه کشورهای همجوار، همه ملت مسلمان، همه ملل دنیا جلویشون خیر بیاور یا رب. درخواست داریم از ذات یگانات میخواهیم الها که باران رحمتت را نازل فرمودی الله. ولی نیاز داریم منطقه به باران. ای پروردگارا یا رب باران رحمتت را بباران، سرزمین ما را، کل کشور را، کل جهان را، خصوصا این دیار را سرسبز و آباد بگرد
اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. این فارغ التحصیلانا یا رب همه خدمتگزار دین بگردن، استقامت بر راه صراط مستقیم عنایت فرما و خدمتگزار دین بگردن، عاقبت بخیر. همه گذشتگان آوری که رحمت کن، خصوصا این مرشد و استاد همه ما هست علامه مولانا عبدالعزیز، همه اساتید حوزه که زحمت کشیدن و رفتن. یا رب همه مردم عزیز، همه خوبان، همه معتمدین، همه نخبگان، مؤمنین، عموم مؤمنین و مؤمنات، همه را باریک رحمت کو، رحمتت را بر همه عام فرما و عاقبت همه ما را بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا